برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. درود و سلام به شما تماشابینان ما. شوکت محمد با شما هستم و امروز درباره طالبان صحبت میکنیم. طالبانی که در افغانستان دعوا دارند 85% قلمرو این کشور را زیر تصرف خود درآورده‌اند. در تاجیکستان باشد چه در تاجیکستان مقامات تاجیکستان کلمه تروریستی را از نام طالبان برداشت. دعوای قبلیش را تغییر داده میگوید طالبان خطری برای تاجیکستان ندارد. در همین حال بزرگترین همایش نظامی با حضور 230,000 نفر برگزار میکند و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان هم اشاره به خطرهای ناشی از افغانستان دارد. حالا میانه طلایی از این دو دعوا کدام است و رژیم رحمان دنبال چی است؟ در این باره صحبت میکنیم. ساعت 4 صبح پنجشنبه 22 ایول بار اول در تاریخ تاجیکستان بعد استقلالیت، یعنی در دوام همه 3 سال اخیر، 100,000 نفر افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، 100,000 نفر و همچنین 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره های سفربری در تمام قلمرو کشور با بانگ خطر جمع آورده شده، آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد. اعلام شد که هدف از این معرکه سنجیدن آماده باشی جنگی جز اتم ها می باشد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در چاره‌بینی در همین سنجش نظامی 1023 تکنیک زره‌پوش جنگی، 3167 تکنیک اتومبیلی و مخصوص، 447 واسطه ارتلری و مینومیات، 234 واسطه مدافع ضد هوایی، 45 طیاره و چرخبالهای جنگی و نقلیاتی در سمت‌های نقلیاتی به منطقه‌های اجرای وظیفه جنگی برآورده شدند. این عملیات مارس 2021 نامیده شد. این چاره‌بینی در تمام قلمرو کشور دایر شد. 3 ساعت ادامه کرده، از ساعت 4 تا ساعت 7، 4 صبح تا ساعت 7، ساعت 7 صبح جنبش شد. اما چرا تاجیکستان محض در همین دوره با چنین بزرگی معرکه نظامی دایر کرد؟ چرا؟ از سخنرانی امام علی رحمان در پایگاه گواردی ملی که بعد جنبست همایش نظامی صدا داد، پاسخ این سوال را میتوان گرفت اگر اهمیت داده باشید. یعنی دیده می شود که تاجیکستان به خطرهایی که از طرف افغانستان تهدید می کند آمادگی می بیند. اما قبل از ذکر خطر از همسایه کشور، رئیس جمهور تاجیکستان بر مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایت‌های متشکلی فراملی تاکید کرد. به این قسمت سخنرانی‌های امام علی رحمان و سمت‌های تاکید کردهش بدتر گپ میزنیم در این باره. امام علی رحمان گفت که وضع جمهوری اسلامی افغانستان علل خصوص منطقه های شمالی آن که با کشور ما همسرحد می باشند به نهایت مشکل و نامعین باقی مانده، افزای آنها روز به روز مرکب گردیده شده است. امام علی رحمان با تاکید به وضع ناآرام منطقه قید کرد که
ما باید برای حمایه صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آورده امان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم. امام علی رحمان به قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق کشور سپارش داد برای پیشگیری کردن و مقاومت به تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده باشی جنگی خود را در سطح بلندترین تأمین نمایند و در این سمت تدبیرهای علاوگی فوری و قطعی اندیشند. رئیس جمهور اظهار باوری کرد که مرزبانان دلیر شجاع ما من بعد نیز از عهده اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ با اعتماد سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان با سربلندی میبرایند. از نقطه های تاکید کرده رئیس جمهور تاجیکستان در این سخنرانیش می شود خلاصه گیری کرد که امام علی رحمان احتمال شکسته شدن سرحدها از جانب طالبان را بعید نمی‌داند. اما یک هفته پیش از برگزاری این همایش یعنی برگزاری همایش نظامی زمانی که آمادگی ها به آن ادامه داشت تمام سایت و رسانه های دولتی یک مقاله را با امضای صبح‌الدین زیایف خادم پیشبر علمی اکادمی ملی علمی تاجیکستان بازنشر کردند که تاکید میکرد طالبان کمترین خطری به تاجیکستان ندارند و یگانه حرکتی که خطرش بدون بحث است این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد. طالبان به تاجیکستان خطر ندارند، خطر دارد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد. همین مؤلف می نویسد که حرکت طالبان هرچند که منطقه های هممرز با تاجیکستان را تحت تصرف قرار دادند برای منطقه آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان در تناسب با نیروهای دیگری تندگر و رادیکالی از جمله تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی نهضت اسلامی خطرناک نیست. واهمه را دیدید؟ نه چقدر از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میترسند. میدونید این اکادمیک چی میگوید؟ میگوید که قطعی نظر از آن که جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد دارد امروز مشکلات مرزی، انتظامی و امنیتی به کشور ما تهدید نمی کند. از این لحاظ از جانب حرکت طالبان ما هیچ گونه تهدید و خطری را احساس نمی کنیم. دیگر اینکه طالبان و ضبطکاری های آنها مشکل دولت و ملت ما نیست و حکومت فعلی افغانستان در دایره مذاکرات دو جانبه مسائل بحثی خود را رسیدگی خواهد کرد. گپ اکادمیک تاجیک را شنیدید؟ این اکادمیک تاکید بر این میکند که با وجود نبودن هیچ خطری بعضی هنگامه جویان و فرصت طلبان مخصوصا نهضتی های افراطی گپ را بینید وضعیت را به طور غیر واقعی تفسیر کرده میخواهند در جامعه تهلکه برانگیزند و مردم را از طالبان ترس دهند. منگه اکنون حالا امشب روز وضعیت چخیر شده است؟ حالا امشب روز در اظهارات و سخنگویی ها موقع تاجیکستان رسمی نسبت طالبان 180 درجه تغییر خوردگی است. 180 گرادوس تغییر کردگی. قبلا رژیم امام علی رحمان نه تنها مردم کشور خودش بلکه تمام جهان را از طالبان میترساند. بله میترساند. 20 سال اخیر موضوع طالبان بزرگترین تجارت امام علی رحمان بود.
امامعلی رحمان هم مردم کشورش را از طالبان ترس میداد و تفسی ناراضگی ها از سیاستش را کنترل میکرد و هم جامعه جهانی را باور میکنند که اگر امامعلی رحمان نباشد طالبان یا حداقل عقیده های جنگجویانه طالبان کل آسیای میانه را فرا میگیرد و با این بهانه و دعوا امامعلی رحمان میلیاردها دلار کمک دریافت میکرد. میلیاردها دلار. واقعا اعتراف کردن در کار است. به این گداگی موفق هم شده بود. انا همین خیل واهمه میکرد که با نظر داشتی همسایگیش با افغانستان جامعه جهانی به خصوص غرب از بیشتری حالتهای نقض حقوق بشر در تاجیکستان چشم میپوشید. ها نه، اونها در سرحد جنگجویان طالبان را این سوی آسیای میانه گذشتن نمانده ایستاده‌اند. آرامی منطقه را نگاه داشته ایستاده است. امامعلی رحمان گفته باور میکردید غرب جامعه جهانی در حقیقت باور هم کنونیده توانسته بود. خیلی عجایب ده. تغییرات در دیدگاه های رژیم واقعا با صورت و کاردینالی است. چند ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در همکاری با طالبان متهم میکرد و یکی از سببهای تروریستی خواندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محض همین جهت میدانست. حالا باشد چی؟ حالا باشد میگوید طالبان کمترین خطری به تاجیکستان ندارد و این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که به مراتب تروریست‌تر و خطرناکتر از طالبان میباشد. ببینید حتی زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان قانونی بود، مقامات میکوشیدند بهانه برای پیوند دادن آن با طالبان را پیدا کنند. از این کوشش های مقامات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری نیز در آخرین سخنرانی آنلاینیش در دوشنبه گذشته که به وضع افغانستان بخشیده شده بود یادآوری کرد. یک بار در یوتیوب سخنرانیشان را جستجو کنید، حتما دریافت کنید و تماشا کنید، گوش کنید که بسیار حرفای سودمند گفته شده است. محیدین کبیری گفت 8 سال قبل در کنفرانس بخشیده به وضع افغانستان تاکید کرده بود که طالبان خیلی پرگماتیک تر شده اند، به یک واقعیت افغانستان تبدیل شده اند و دیگر نمی شود آنها را نادیده گرفت. اما مقامات تاجیکستان در حال کمپینی را راه اندازی کرده. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را گفتند که از طالبان پشتیبانی میکند، پس طرفداری آنهاست و با آنها رابطه دارد. هرچند موقع رسمی تاجیکستان در حرفها، در گفتار حالا تغییر کرده اند، خودی عمل کرد در قبال طالبان از سالها قبل عوض شده بود. به همین مسئله هم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری در برآمد گذشتهش گفت که هنوز 1 سال پیش معلومات به دست آورده بود که طالبان در دوشنبه نمایندگی دارند. در دوشنبه یک گروه تروریستی اکستریمیستی نمایندگی، دفتر نمایندگی دارد در دوشنبه. سه سال پیش انجینیر کمال وکیل لوی جرگه، یعنی وکیل پارلمانی افغانستان از ولایت قندوز گفته بود که طالبان رابطه های گسترده با حکومت تاجیکستان دارند و مجروحانشان، کسانی که تیر خورده‌اند، در تاجیکستان تبابت می شوند. همین وکیل پارلمان افغانستان تاکید کرده بود که همکاری مقامات تاجیکستان با طالبان سر نیست و مردم
منطقه های تحت نفوذ طالبان از جمله دشت ارچی از این رابطه ها خبر دارند. این وکیل گفته بود که حالا قطب ها تغییر کرده و طالبان هم در همسایه و در منطقه و هم در جامعه بین المللی رفیقان خود را دارند. آخری سال 2015 نشریه معروفی The Sunday Times از وخوری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبری طالبان اختر منصور در تاجیکستان خبر داده بود. یادتان هست؟ رسانه ها را پیگیری کنید. قبلا فرمانده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسون در مصاحبهش با BBC گفته بود که روسیه طالبان را توسط سرحدهای تاجیکستان مسلح می سازد. طبق معلومات جنرال نیکلسون سلاح به طالبان زمان تمرین های مشترک روسیه و تاجیکستان در سرحد افغانستان تقدیم می شوند. این گنرال شرح داده گفته بود که ما می دانیم که روس ها چی خیل کار می کنند. آنها به تمرینگاه جایی که تمرین نظامی می گذرانند سلاح های زیادی را می برند و قسمتی از آن را همانجا می گذارند، پرتافته می روند. طبق گفته این گنرال طالبان درباره دستگیری مالیوی از طرف دشمنان قصه کردند. یعنی هم خودش را دشمن طالبان نشان می دهد هم به طالبان کمک می کند. این گفت که همین جنرال پیشوایان افغان مستقیما به همین شتاب یراق را آورده به ما می دادند و می گفتند که این را روس ها به طالبان فرستادند. ما می دانیم که می گوید این جنرال در این کار روسیه دست دارد. حالا یک چیز را بگویم که به قریبی از 5 تا 10 اوگوست تمرین های مشترک روسیه و تاجیکستان در سرحد افغانستان برگزار می شود که گفته می شود در همین تمرین بزرگترین سلاح ها برده می شوند و این تمرین بزرگترین تمرین در 2 سال اخیر است. محیدین کبیری در همین گفتگوی آخرینش با مردم گفت که در عموم از افغانستان خطر جدی به تاجیکستان یا آسیای میانه تهدید نمی کند. تاجیکستان عضو چند سازمان منطقوی مثل ODKB، شاس، ساها می باشد و کمک کافی در صورت لازم خواهد رسید. همچنین محیدین کبیری تاکید کرد که کشورهای مثل روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و ترکیه و ایران هم به طالبان اجازه نخواهند داد مرزها را عبور کنند. با گفت محیدین کبیری کشورهای آسیای میانه و روسیه خطر افغانستان را مبالغه می کنند، یعنی واهمه می کنند و برای مشکلات داخلی سرکوب مخالفین، ترساندن مردم، دور کردن دقت آنها از مشکلات روزمره و مثل همین استفاده می کنند. محیدین کبیری برآمد آخرین خواجه خارجی امام علی رحمان میشناسید که ولادیمیر کواشکوف، افیسر روس که رئیس جمهور تاجیکستان را 30 سال قبل به قدرت رسانده بود مثال آورد. حالا همین برآمد اخیری ولادیمیر کواشکوف را هم از یوتیوب یافته تماشا کنید. بسیار چیزها رو میفهمید. ولادیمیر کواشکوف گفت که خطر اساسی که به تاجیکستان تهدید میکند فساد اداری امام علی رحمان است.
از طالبان دیده خطر امام علی رحمان بر روسیه و منطقه بیشتر است. کواشکوف گفت که اگر میخواهیم پیش راه تندگرایی را گیریم باید از دیکتاتورهای مثل رحمانوف خلاص شویم. اینجا همین سخن کواشکوف را محیدین کبیری آورده تاکید کرد که هرچند کواشکوف را جنایتکار میداند با این نظر کواشکوف کاملا موافق است. فهمده شدید؟ اکنون چرا مقامات تاجیکستان با وجود این که در رسانه ها تاکید میکنند طالبان خطری برای تاجیکستان ندارند اما این گونه مشق نظامی دایر میکنند با این حدی بزرگ که در عمرش تاجیکستان صاحب استقلال نکرده بود، همین که به سرحد طالبان آمد 80% افغانستان را طالبان گرفت، تاجیکستان این گونه مشق نظامی برپا میکند با حضوری 230,000 افسر. چرا؟ در این باره ما چند کارشناسان را پرسیدیم. با اندیشه کارشناسان رژیم امام علی رحمان میخواهد با یک تیر دو نشان بزند. یکم، با نشر این گونه مقاله ها که کمتر کسی در تاجیکستان آنها را میخواند، پرخواننده ترین رسانه دولتی از 100 نفر بیشتر خواننده ندارد. همین 100 خواننده‌اش هم رسانه های مستقل هستند که از آن اقتباس میگیرند. اینها با همین گونه مقاله ها به طالبان پیام میدهند که موقعشان نسبت آنها یعنی طالبان کاملا تغییر کرده است و طالبان را دوست و همسایه خود میدانند. دوم، با تشکیل همایش بزرگ نظامی و جلب 230,000 نفر ترس از طالبان را در دل مردم بیشتر میکنند و با این راه نظر آنها را از مشکلات داخلی کنار میبرد. ببینید، حادثه قرقیزستان نشان داد که در صورت سر زدن نزاع مرزی مردم متحد میشوند و مشکلات داخلی را برای مدت فراموش میکنند. اکنون ببینید، رژیم امام علی رحمان خیلی ابله می بود اگر از این فرصتی که طالبان برایش فراهم کرده است استفاده نکند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. شما را به الله پاک می سپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه